DDL یا Data Definition Language دستوراتی که برای ایجاد، تغییر و یا حذف آبجکت ها در SQL Server استفاده میشن. در DML ها یا Data Manipulation Language ها، دستورات DML یا Data Manipulation Language، ما راه و روش رو یاد گرفتیم که به وسیله اونها میتونیم یک اطلاعات داخل تیبل ها رو یا اطلاعات رو در اونها درج بکنیم یا اطلاعات رو به روز رسانی بکنیم و یا اینکه رکورد و یا رکورد هایی رو از جدول حذف بکنیم. به وسیله DDL یا دستورات Data Definition Language ما میتونیم خود آبجکت های دیتابیس همانند خود آبجکت های SQL Server همانند دیتابیس، تیبل، ایندکس و سایر آبجکت ها رو ایجاد بکنیم یا در اونها تغییر ایجاد بکنیم و یا در صورت نیاز اونها رو حذف بکنیم. به عنوان مثال در مثال های قبل با ساختن جدول آشنا شدیم از طریق ویزارد محیط منیجمنت استودیو. این کار رو به راحتی میتونیم توسط دستورات DDL هم انجام بدیم. اولین دستوری که در مجموعه دستورهای DDL مورد بررسی قرار میگیره دستور create هست که جهت ساخت یک آبجکت استفاده میشه. ابتدا کیورد create ذکر میشه، بعد نوع آبجکتی که ما میخوایم رو بسازیم. بالفرض اینجا میخوام یک تیبل بسازیم. بعد از اون نام تیبل مورد نظر رو وارد میکنیم. به عنوان مثال student test بسازیم. در ادامه داخل پرانتز فیلدهای اون تیبل ذکر میشه. به عنوان مثال ما میخوایم فیلد آیدی رو بسازیم با دیتا تایپ int، فیلد فرست نیم رو داشته باشیم با تایپ انور کره 50 و فیلد last name رو داشته باشیم با همون دیتا تایپ با اجرای این دستور و هنگامی که فولدر تیبل رو رفرش بکنیم می‌بینیم که تیبل student test برای ما ساخته شد و فیلد هایی که مد نظرم بود در اون ایجاد شدن. خب حالا اگه بخوایم در این جدول تغییر ایجاد بکنیم در یکی از فیلدها، اون موقع باید چه کاری انجام بدیم؟ برای انجام تغییرات در آبجکت های SQL Server از دستورالعمل آلتر استفاده میکنیم. موقعی که یک آبجکت وجود داشته باشه و ما بخوایم در اون تغییرات ایجاد بکنیم، مثل دقیقا موقعی که ما تیبل رو در مورد دیزاین باز میکردیم و در اون تغییراتی انجام میدادیم و اون رو ذخیره میکردیم، خود محیط منیجمنت استودیو در واقع استیتمنت های SQL رو که به وسیله اونها این عمل آلتر به روی این تیبل انجام میشده رو به طور اتوماتیک انجام میداده و برای ما اجرا میکرده. حالا موقعی که خودمون بخوایم این کار رو انجام بدیم بدون استفاده از ویزاردهای منیجمنت استودیو، با استفاده از دستور آلتر و بعد نوع آبجکت تغییر بده جدولی رو که نامش به عنوان مثال student test هست و به عنوان مثال میخوایم اینجا یک ستون به اون اضافه بکنیم، اد بکنه، یک کالمی رو میخوایم به این جدول اضافه کنیم، مثلا به عنوان ادرس st به عنوان مثال و دیتا تایپ.
با انجام این عمل، با اجرای این دستورات، در واقع اتفاقی که میفته این هستش که این جدول رو آلتر کردیم و یک فیلد به اون اضافه کردیم. وقتی یک فولدر کالمز رو رفرش بکنیم می‌بینیم که یک فیلد جدیدی به اون اضافه شده. خب حالا فرض کنیم که میخوایم دیتا تایپی که اختصاص دادیم به فیلد ادرس st رو با طول 100 در نظر گرفتیم، میخوایم اون افزایش بدیم به 500. alter table نوع آبجکت، نام تیبل، 2 مرتبه alter باید بکنه، میخوایم اطلاعات یک ستون رو تغییر بدیم. alter column ستونه، بعد نام ستون، نام ستون ما ادرس st هست به عنوان مثال، و بیایم دیتا تایپش رو تغییر بدیم به انورکر 500 به عنوان مثال. بعد از اجرای این دستور و به روز رسانی فولدر کالمز می‌بینیم که طول در واقع دیتا تایپ از 100 به 500 تغییر کرد. خب اگر که یک آبجکتی وجود نداشت و ما خواستیم اون رو ایجاد بکنیم، از کرییت استفاده میکنیم. اگر که بخوایم تغییراتی در اون آبجکت ایجاد بکنیم، از آلتر استفاده میکنیم. موقعی که بخوایم یک آبجکت رو حذف بکنیم، از دراپ استفاده میکنیم. دراپ برای حذف یک آبجکت هست. به عنوان مثال برای اینکه یک جدول رو حذف بکنیم، ابتدا دراپ و بعد مشخص میکنیم نوع آبجکتمون که تیبل هست و بعد نام اون تیبل رو ذکر میکنیم. مثلا استودنت تست رو میکنیم. با رفرش مجدد فولدر تیبل میبینیم که این تیبل حذف شد. اصطلاحاً این تیبل دراپ شد. ساختار تیبل به انضمام اطلاعات اون کلا از دیتابیس حذف شد. هر آبجکتی رو در SQL سرور به وسیله create میتوان ایجاد کرد، به وسیله alter میتوان تغییر داد و به وسیله drop میتوان پاک کرد. حتی خود دیتابیس رو اگر خاطرتون باشه در مثال‌های قبل در ابتدای دوره ما دستوری رو به نام create database داشتیم. create database type رو مشخص کردیم که یک دیتابیس ایجاد کنه و به عنوان مثال تست 1 و می‌بینیم که با اجرای این دستور برای ما یک دیتابیس ساخته میشه. فولدر دیتابیس وقتی رفرش بشه دیتابیس تست 1 رو داریم. و قبلا ذکر کردیم که اطلاعات پیش‌فرض مربوط به یک دیتابیس در دیتابیس های سیستمی و در واقع دیتابیس مدل هست. این دیتابیس هیچ گونه مشخصاتی ما براش ذکر نکردیم. الگو اصلی و شابلون جهت ایجاد این دیتابیس مدل هست. حجم اولیه‌اش به چه شکل باشه و سایر آیتم ها دقیقاً مطابق الگویی است که در دیتابیس مدل از زیر مجموعه دیتابیس های سیستمی قرار داره. خب به همین شکل ما حتی میتونیم این دیتابیس رو دراپ دیتابیس نوع آبجکت و تست 1. بنابراین دیتابیس تست 1 ما شد. در ادامه جلسات به جاهایی برمیخوریم که خب برای ایجاد جدول ما ویزاردی داشتیم که خود محیط منیجمنت استودیو به ما کمک میکرد، ولی که آبجکت های دیگه‌ای هستن که شاید محیط منیجمنت استودیو به اون شکل به ما کمک نکنه و نیاز هست که برای ساختن اونها از دستور کرییت استفاده کنیم یا برای تغییر دادن در اونها از آلتر استفاده کنیم.
در ادامه بحث هنگامی که آبجکت جدیدی معرفی شد و در رابطه با اون توضیح دادیم، روش ساختنش و تغییر دادن اون رو هم به وسیله این سه دستور توضیح میدیم. temporary table یا جدول موقت. هنگامی که میخوایم یک دیتایی رو در جداول SQL به طور دائمی ذخیره نکنیم، به عنوان مثال یک دیتای محاسباتی داریم، یک سری محاسبات سنگین رو به روی یک سری اطلاعات جداول انجام دادیم و حاصل اونها به صورت یک ساختار جدولی هست و میخوام اونها رو به طور دائم ذخیره نکنیم، به صورت موقت باشد که برای اونها مثلا عملیات دیگه ای انجام بشه. در این هنگام به جایی که جدول دائم بسازیم از آبجکتی استفاده میکنه به نام temporary table یا جدول موقت. قبل از اینکه بیایم یک جدول موقت بسازیم و در رابطه با اون توضیح بدیم، لازم است که یک کانسپت خیلی مهم در SQL سرور رو در رابطه باش توضیح بدیم و اون SQL سشن هستش. SQL سشن وقوع تعامل کاربر با پایگاه داده از طریق دستورات SQL سرور است. هنگامی که یک کاربر به پایگاه داده متصل میشه، حالا از طریق منیجمنت استودیو باشه یا از طریق یک اپلیکیشنی که با یک زبان برنامه نویسی مثل VB.NET، C# یا سایر زبان‌ها نوشته شده باشه، در واقع یک سشن برقرار میشه که در ضمن اون سشن کاربر میتونه دستورات TSQL رو اجرا بکنه، ساختار بانک اطلاعاتی و جداول و سایر آبجکت ها تغییر بده و یا اینکه اطلاعات جداول رو در واقع دستکاری بکنه. تو محیط منیجمنت استودیو هنگامی که ما یک پنجره نیو کوئری رو باز میکنیم، در واقع یک سشن ایجاد کردیم و هنگامی که یک پنجره رو ببندیم، اون سشن به اصطلاح بسته میشه، سشن کلوز میشه، بسته میشه. خب بعد از توضیح مفهوم سشن بریم سراغ ساختن temporary table. چطور یک جدول موقت بسازیم؟ با ساختن جدول از طریق Data Definition Language آشنا شدیم. ساختن جدول موقت هم دقیقاً همانند ساختن یک جدول در واقع نرمال و معمولی هست، فقط یک تفاوت کوچک در نام دارن. فرض کنید یک جدولی میخوایم بسازیم به نام تست استودنت که در دیتابیس اسکول این تیبل باشه و اطلاعات موقت یک سری دانش آموزا رو تو اون ذخیره بکنیم. روش ساخت همانند ساختن create نوع object که میخوایم یک تیبل رو بسازیم، نام و همونطور که قبلا توضیح دادیم لیست ستون ها که خب ستون آیدی داریم که اینت هست، میتونه پرایمری کی باشه برای ما، ستون فرست نیم رو داریم که n = 50 هست و ستون لاست نیم رو داریم که اون هم n = 5. تا اینجا هیچ تفاوتی وجود نداره. الان ما اگر که این دستورات رو اجرا بکنیم، دستور کرییت رو اجرا بکنیم، یک جدول ایجاد میشه. جدول دائمی هست که در لیست تیبل هامون مشاهده میشه. اگر بخوایم یک جدول به صورت موقت تعریف بشه، در ابتدای نام از نامبر ساین استفاده میکنیم و یا هشتگ، در واقع به این علامت هشتگ و یا نامبر ساین گفته میشه. هنگامی که نامبر ساین در ابتدای نام یک تیبل باشه، اون تیبل موقتی هست. من این دستور رو اجرا میکنم، میبینیم که در لیست تیبل های دیتابیس اسکول تیبلی اضافه نشده. این تیبل محل ایجاد شدنش
در دیتابیس، در زیر مجموعه سیستم دیتابیس، در دیتابیس TempDB هست. در زیر مجموعه اون در فولدر temporary tables میبینیم که این تیبل در واقع اینجا ایجاد شده، ولی کن ما انجام کلیه عملیاتمون رو با این تیبل همانند تیبل های معمولی در واقع با این تیبل کار میکنیم و چون در واقع این دیتابیس ها دیتابیس سیستمی هست، ما گفتیم که دستکاری تو اونها ممکنه هستش که اینستنس SQL بالا نهید و دچار مشکل بشیم. بنابراین صرفا محض اطلاع محل ایجاد شدن یک تیبل موقت در واقع در TempDB ما هستش. خب یک تیبل الان برای ما با همچین نامی ایجاد شده. خب میتونیم به راحتی، هیچ تفاوتی با یک تیبل معمولی نداره، میتونیم به راحتی یک سری اطلاعات رو تو اون اینسرت بکنیم. میتونیم به وسیله insert into به عنوان مثال یک سری مقادیر رو در اون اینسرت بکنیم. به واسه این دستور اینسرت اینتو داخل این تیم تیبلمون 3 تا رو اینسرت کنیم. خیلی راحت میتونیم محتویات اون رو ببینیم. سوالی که به وجود میاد این هستش که این تیم تیبل ما اسکوپش یا به عبارت میدان دیدش تا چه حد هست؟ آیا اگر کاربر دیگه‌ای به این اینستنس SQL سرور ما متصل بشه این تیبل تمپوراری رو میبینه؟ آیا از طریق یک سشن دیگه‌ای ما اگر یک سشن دیگه‌ای داشته باشیم میتونیم داخل اون سشن این تمپ تیبل رو ببینیم؟ خب تو این سشن در واقع ما میبینیم که این دستور کاملا اجرا میشه. فرض کنیم که به وسیله نیو کوئری یک سشن جدیدی باز میکنیم. تمام شرایط یکسان هست. میخوایم محتویات تمپ تیبل رو ببینیم. میبینیم که در سشن دیگه غیر از اون سشنی که در کانتنت اون در ضمن اون این تمپ تیبل ساخته شده، این تیبل مشاهده نمیشه. یعنی اسکوپ این تمپ تیبل در حد سشن ایجاد کنندش هستش. اگر سشن دیگه ای داشته باشیم و یا اگه کاربر دیگه ای به وسیله منیجمنت استودیو وصل به SQL سرور ما نمیتونه این تیبل رو ببینه. راه حل چیست؟ اگه بخوام یه تیبل موقتی داشته باشیم که در سشن های دیگه قابل مشاهده باشه، بتونن کاربرها باش کار بکنن، برای ساختن یک تمپ تیبلی که در واقع اسکوپش گلوبال باشه و از تمامی سشن ها قابل دیدن باشه و کاربران مختلف بتونن اون رو ببینن، کافیست به نام تمپ تیبلمون که با هشتگ شروع شده بود یک هشتگ دیگه اضافه بکنیم. اون وقت تیبلی در واقع داریم که اسکوپش به جای سشن لول گلوبال لول هستش. خب این تیبل رو ایجاد میکنیم. میتونیم یک سری رکورد هایی با اون اینسرت بکنیم. طبیعتا من در این سشن باید بتونم این تیبل رو محتویاتش رو ببینم. خب سوالی که هست این هستش که در یک سشن دیگه آیا ما میتونیم این تیبل رو ببینیم یا خیر؟ جواب مثبت هستش. کما اینکه اگر ما نسخه دیگه ای از منیجمنت استودیو رو باز بکنیم، تصور بکنیم که یک کاربر دیگه ای اگه کامپیوتر دیگه ای متصل است به پایگاه داده ما،
این کاربر باید بتونه این تیبل رو ببینه محتویاتشو و به راحتی یک تیبل با اونها کار بکنه. خب سوالی که به وجود میاد این هستش که عمر این تمپ تیبل چقدر هستش، تا کی این تمپوراری تیبل باقی میمونه. تمپوراری تیبل همونطور که توضیح دادیم به واسطه دستور create ساخته میشه. یقینا توسط دستور alter میتونیم اون رو تغییر بدیم، ستونهاشو، مشخصاتشو. همانند بقیه آبجکت ها همونطور که توضیح داده شد به راحتی میتونیم به وسیله دستور drop، چون اینجا تیبل رو میخوایم پاک بکنیم، نوع در واقع آبجکت اون تیبل هست، drop تیبل و ذکر نام اون میتونیم این تیبل رو خودمون تعمداً پاک بکنیم. بنابراین اگر 2 مرتبه ما این سلکت رو اجرا بکنیم پیغام خطا مواجه میشه. این valid object name. SQL سرور همچین آبجکتی رو نمیشناسه، براش شناخته شده نیست. خب حالا اگر که ما به طور دستی یک تمپ تیبل رو پاک نکنیم چه اتفاقی میفته؟ تمپ اگر که اسکوپ تمپ تیبل ما سشن لول باشه، یعنی با یک علامت هشتگ، هنگامی که پنجره در واقع نیو کوئریمون رو ببندیم و این سشن کلوز بشه دیگه اون تیبل قابل دسترسی نیست و خود SQL سرور به طور اتوماتیک اون تیبل رو پاک میکنه. میخوایم این مسئله رو امتحان بکنیم. به عنوان مثال یک نیو کوئری باز میکنم، یک سشن جدید میزنیم، میایم تست استودنت به عنوان مثال 1 رو در اینجا ایجاد میکنیم. یک علامت هشتگ داریم، به معنی این هستش که اسکوپ این تمپ تیبل در واقع سشن لول است. در کانتنت این سشن ما میتونیم اون رو ببینیم. اجرا میکنیم، تمپ تیبل ما ساخته میشه. خب میتونیم روی اون سلکت بزنیم، دیتایی توش نداره ولی خب ساختار رو داریم میبینیم. اگر ما در تمپ تیبل در تمپ دی بی در واقع قسمت فولدر تمپوراری تیبلز رو ببینیم، میبینیم که این تمپ تیبل اینجا وجود داره. اگر این سشن رو من ببندم، این پنجره رو کلوز بکنم، قانونا بایستی این تمپ تیبل هم پاک بشه و دیگه قابل دسترسی نباشه. این پنجره رو ما پنجره جدید باز میکنیم. ابتدا ببینیم که چه اتفاقی افتاده در temporary tables. با رفرش کردن اون فولدر میبینیم که اون تیبل مورد نظر ما که در واقع اسکوپش سشن لول بود، در حد سشن بود، پاک شده. طبیعتاً احتیاج به توضیح نداره که اجرای این سلکت هم 2 مرتبه به ارور برخواهد خورد. پس در هنگامی که تمپوراری تیبل ما اسکوپش در واقع سشن لول بود، با بستن سشن اون تیبل هم پاک میشه. خب اگر که این تیبل موقت ما اسکوپش گلوبال باشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
همون فرمت تمپ تیبلمون رو داریم، 2 علامت هشتگ داریم به معنای اینکه اسکوپ این گلوبال هست، یعنی در سشن های دیگه هم من میتونم این تیبل رو ببینم. تیبل رو ایجاد میکنیم، میتونیم اون رو در واقع سلکت روش بزنیم، با رفرش کردن فولدر تمپوراری تیبلز میبینیم که در واقع اینجا ایجاد شده. خب حالا اگر که ما قبلا هم توضیح دادیم اگه سشن جدید داشته باشیم، باز هم چون در واقع اسکوپ ما گلوبال هست قابل ملاحظه است که این تمپ تیبل ما که در واقع گلوبال هست پاک میشه هنگامی که آخرین سشنی که در واقع با این تمپ تیبل کار میکنه بسته شه. در واقع تمام کاربرانی که سشن زدن به اسکیول سرور ما و دارن از این تیبل استفاده میکنن، هنگامی که آخرین کاربر سشنش رو بست، این تیبل به طور اتوماتیک پاک میشه. یعنی اگر من این پنجره رو پاک بکنم، ببندم و همچنین این پنجره رو میبینیم که تیبل ما پاک شد. با رفرش کردن فولدر تمپوراری تیبل میبینیم که اینجا موجود نیست. خب حالا که با مفهوم تمپوراری تیبل آشنا شدیم و با دستورات ساخت آبجکت های دیتابیسی هم آشنا شدیم، میتونیم یک مسئله دیگر رو در دیتابیس پابز حل بکنیم و اون این هستش که سوال ما این هست: تمام نویسنده هایی که بیش از یک کتاب دارند را حذف نمایید. برای حذف رکورد از یک تیبل از دستور دیلیت استفاده میکردیم. خب حالا یک مقدار کار پیچیده تر میشه. باید ابتدا تمامی نویسنده هایی که بیش از یک کتاب دارن رو پیدا کنیم و بعد اقدام به حذفشون بکنیم. به ساختار دیتابیس پابزمون برمیگردیم. خب ساختار دیتابیس پابز رو خیلی باش کار کردیم. آترز رو داریم، تایتل آتر داریم و تایتلز رو داریم. ما ریلیشنشیپی بین دو جدول آترز و تایتل آتر داریم برای اینکه ریفرنشال اینتگریتی رو برای ما تضمین بکنه. یعنی اینکه ما نتوانیم نویسنده ای رو پاک بکنیم، نویسنده ای رو حذف بکنیم که به ازای اون رکورد تایتل آتر در واقع وجود داشته باشه. بنابراین اگر ما بخوایم یک سره بریم به سراغ جدول آترز و بنویسیم آترز، با پیغام خطا در واقع مواجه میشیم. بنابراین برای این کار ابتدا ما باید لیست نویسنده هایی که بیش از یک کتاب هستن رو پیدا بکنیم. بعد رکورد های فرزند، یعنی رکورد هایی که در جدول تایتل آتر هستند رو در اون مجموعه پاک بکنیم تا موتور پایگاه داده به ما اجازه بده که رکوردهای متناظر اونها در جدول آترز رو پاک بکنیم. برای این کار یکی از آیتم های خوبی که میتونیم ازش استفاده بکنیم استفاده از یک تمپوراری تیبل هستش، یک جدول موقت هستش. خب چطور ما بفهمیم چه نویسندگانی هستن که بیش از یک کتاب دارن؟ به راحتی از طریق سلکت به روی تیبل تایتل آتر میتونیم این مسئله رو بفهمیم. آیدی اونها رو میخوایم بدونیم.
سلکت کن AUID رو از جدول تایتل آتر گروپ بار AUID میخوام شرطی رو به روی در واقع یک گروپ بای لحاظ بکنیم. به وسیله این سلکت ما میتونیم بفهمیم چه نویسندگانی هستند که بیش از یک کتاب دارند. همونطور که میبینید کانت تایتل آیدیشون بزرگتر از یک هست. پس الان آیدی اون نویسنده های مورد نظر که باید پاک بشن رو ما به دست آوردیم. خب ما خیلی راحت میتونیم یک تمپ تیبلی برای خودمون بسازیم. create table به عنوان مثال X گلوبال نمیخوایم باشه، میخوام یک تمپ تیبل لوکال باشه در کانتنت همین سشن فقط قابل استفاده باشه. create table number sign X یک فیلد بیشتر احتیاج نداره، میخوام AUID ها رو ترمیم ذخیره بکنم. دیتا تایپی که در نظر میگیریم خب یقینا باید متناسب باشه با اون چه که در جدول آتر هست. برمیگردیم به جدول آترز. دیتا تایپ که مورد نظرمون ورکر 11 هست. بسیار عالی. خب یه تمپ تیبل میتونیم بسازیم. مشخص کردیم به وسیله این سلکت که کدام نویسندگان بیش از یک کتاب دارن. خیلی راحت از طریق دستور اینسرت اینتو که قبلا توضیح دادیم میتونیم حاصل این سلکت رو اینسرت بکنیم در جدول موقتمون. کل این دستورات موقعی که ما اجرا بکنیم در نهایت در تمپ تیبل X AUID ها رو داریم. حالا موقعی هستش که میتونیم به راحتی شروع کنیم به پاک کردن و یا در واقع حذف رکوردهای مورد نظرمون. ابتدا هم همونطور که توضیح دادیم به دلیل ریلیشنی که بین دو تیبل وجود داره ابتدا باید رکوردهای چایلد رو در واقع فرزند رو پاک کرد. بنابراین ما شروع میکنیم دیلیت رو از جدول تایتل آتر رکورد هایی که پرایمری کیشون جزو جدول X ما هستن و بالا محاسبه شد. همچنین حالا رکورد های کرنت رو میخوایم پاک بکنیم، حذف بکنیم از جدول آترز. به شرط اینکه AUID هاشون در واقع در تمپ تیبل ها باشن. خب بعد از این کار میتونیم هم خودمون به طور سریع این تمپ تیبل X مون رو که برای انجام این کارمون هست پاک بکنیم. البته چون ما یک بار در واقع این دستورات رو اجرا کردیم و این تمپ تیبل یک بار ساخته شده، امکان ساخت مجددش رو نداریم. با پیغام خطا مواجه میشیم. There is already an object named #X. برای اینکه مثلا انجام بدیم دستور دراپمون کافی یک بار اجرا بکنیم، پاک میشه اون تمپ تیبل و دو مرتبه این بلوک رو در واقع ران میکنیم. تمپ تیبل رو بساز، مقادیر رو
مطابق اون شرط که ما تعیین کردیم در اون اینسرت کن. حالا شروع کن رکوردهای از جدول تایتل آتر رو پاک کن که پرایمری کی هاشون در این مجموعه باشن و سرانجام رکوردهای پرنت رو در جدول آتر پاک بکن. در نهایت خواهیم دید که در جدول آتر تعدادی از در واقع نویسنده هامون که دارای بیش از یک کتاب هستن حذف شدن.